این نگهبان زندان هر روز برای زندانی‌ها کارت‌های پاسو رو پرتاب می‌کرد و فقط زندانی که تک خش داخل سلولش میافتاد میتونست برای چند لحظه از سلولش خارج بشه و هوای تازه رو تنفس کنه. بعد از پخش شدن کارت‌ها همه زندانی‌ها به یه سالن دیگه منتقل شدن بجز جک که در همین حین نگهبان سمت سلول اون اومد و از قصد تک خش رو توی سلول اون انداخت. قلدر زندان بعد از فهمیدن اینکه تک خش دست جک افتاده بلافاصله سمت اون اومد و ازش خواست کارتشو با اون عوض کنه. بعد در همین حین شروع کرد به زدن اون. با این کار قلدر جک به شدت عصبانی شد و سمت قلدر رفت و کم کم داشت اونو خفه می‌کرد. نگهبانای زندان با دیدن این خیلی سریع جک رو متوقف کردن و به سلولش برش گردوندن. فردا سر و کله وکیل اون پیدا شد و فهمید که جک در واقع به خاطر محافظت از یه اورانگوتان یه شکارچی سیاه‌پوست رو کشته. پرونده جک بعد از این کارش خیلی سریع توی جهان مشهور شد. در همین حین وکیل شروع کرد به پرسجو از اون، اما پیرمرد همینطور همونجا وایساده بود و سکوت کرده بود. وکیل حالا یه کاغذ و یه مداد رو به اون داد تا اطلاعات شخصی خودش رو روی برگه بنویسه. در همین زمان جک مداد رو برداشت و شروع کرد به نوشتن، اما ناگهان به وکیل حمله کرد و می‌خواست اون رو بکشه چون